خب سلام دوستان عزیز، به کانال شیبو دیزاین خیلی خوش اومدید. با یه فیلم آموزشی دیگه در خدمتتون هستم. توی فیلم های قبلی همونجور که آشنا هستین در مورد رنگ ها، تضاد رنگ ها و روانشناسی رنگ ها صحبت کردیم. توی این فیلم قراره این چرخه رنگی رو با همدیگه درست کنیم که بیشتر متوجه رنگ ها بشین. این چرخه رنگی که الان خدمتتون نشون میدم چرخه معروف ایتن هستش، یوهانس ایتن، که طراح و معلم و عارف و نظریه پرداز بودن ایشون، که از مهمترین آثارشون همین کتاب رنگ هستش که خدمتتون من آوردم که نشون بدم و بیشتر آشنا بشین. اگر خواستین تهیه بکنید، بهترین ترجمه دکتر حلیمی هستش که میتونید تهیه بکنید این کتاب رو، و آثار هنرمندای بزرگ رو هم و در مورد رنگ هایی که استفاده کردن رو هم میتونید مطالعه کنید و در مورد تضادها اطلاعات بیشتری داخل این کتاب هستش که من پیشنهاد میدم اگر میخواید تخصصی کار بکنید حتما از این کتاب تهیه بکنید و استفاده بکنید. خب من در مورد چرخه رنگی یه صحبتی بکنم روی همیشه، که همونجور که مشاهده میکنید اول 3 تا رنگ اصلی ما داریم. این 3 تا رنگ اصلی در واقع از طبیعت گرفته میشه و از ترکیب هیچ رنگ دیگه به وجود نمیاد. قرمز، زرد و آبی جزو رنگ های اصلیمون هستش و رنگ های اولیه هم بهش گفته میشه. رنگ بعدی رنگ سبز، قرمز و بنفش هستش که از ترکیب این رنگ های اولیه به وجود میاد. حالا دقیق توی چرخه رنگ بهتون میگم چجوری به وجودش بیارین. رنگ های ثانویه و رنگ های درجه 2 هم بهشون گفته میشه، و رنگ های دسته آخر که رنگ های درجه 3 که حالا توی چرخه رنگ که درست کنیم بیشتر باهاش آشنا میشین. خب برای شروع کار ما به یه مقوای گرم بالا نیاز داریم. مقوایی که من برداشتم انتخاب کردم فابریانو هستش، 300 گرم. حالا هر چقدر این گرم بیشتر باشه مقاومت در مقابل آب بیشتر میشه. کار نهاییتون باد نمیکنه، چون بیس گواش آب هستش و ما کارمون رو با آب یکم رقیق میکنیم، به خاطر همین ممکنه که این مقوا باد بکنه. پس هر چقدر گرمش بالا باشه کارتون با اطمینان بهتری انجام میشه. من قبلا این طرح رو کشیدم، حالا یه خورده بالاتر بگیرم ببینم که خط و خطوطش بله مشخص میشه. کاری که میتونید بکنید اگر که میز نور دارین از میز نور استفاده کنید. طرحتون رو پرینت چرخه رنگ ایتن رو بگیرید، روی میز نوری بذارید، بعد مقواتون رو بذارید و شروع کنید به کشیدن. یعنی که نه، اگر که میز نور ندارین و خودتون هم نمیتونید درست کنید، میتونید از پنجره استفاده کنید. وقتی که نور میتابه یا هوا روشن هسته شما میتونید طرحتون رو بچسبونید، بعد مقوا رو بچسبونید روش و شروع کنید به کشیدن. یه نکته ای که اینجا خیلی مهم هستش و باید بهتون بگم در مورد کشیدنش هست. حتما از یه اتود استفاده کنید. نوکش رو داخل بدید کامل و با این سری نوک تیز کارتون رو بکشید. حالا اتود راحت تره و این بافت مقوا رو بلند نمیکنه. شاید به فکرتون بیاد هر جسم تیزی میشه، ولی خب اتود بهتره و شما میتونید از همین استفاده کنید. دلیلش هم این هستش که اگر مداد یا مداد نوکی مثلا با نوکش بخواید شما این کار رو انجام بدید و بکشید، خب وقتی که شما رنگ رو میذارید رنگ با اون نوک مداد قاطی میشه، ترکیب میشه و در نهایت کار کثیفی رو میده، کار تمیزی رو به شما نمیده. پس سعی کنید که یه کار تمیز رو اجرا کنید، چون وقت و زمان زیادی میذارید برای انجام، پس بهتره که کار تمیز اجرا بشه. من یه بار دیگه اینو نشون بدم. خب در مورد گواش کلا ترکیباتش از پیگمنت یعنی در واقع رنگدونه، سم و گچ درست شده. این نمونه من این مقوا رو بردارم. این نمونه گواش من هستش. من حالا 2 تا بسته اینجا دارم، میخوام یه سری نکته بهتون بگم
که نیاز نیست شما 2 تا بسته داشته باشین. یه بسته بگیرید ولی گواش خوب بگیرید اگر که میخواین کار خوب انجام بدین. گواش من برند پنتل هستش و پنتل یه برند ژاپنیه. مرغوب ترین گواشی که توی بازار میتونید پیدا کنید همین گواش هستش. توی گواشای ایرانی هم شما میتونید از گواش پارس استفاده کنید ولی هیچ تضمینی برای اینکه رد قلم بمونه نمونه یا لک بشه نشه اینا اصلا نمیشه داد، ولی با پنتل دیگه راحتین. درسته لحاظ رقمی گرون هستش ولی اگر میخواین کار تمیز و خوبی انجام بدید حتما با پنتل انجام بشه. کاری که میکنید قبل از اینکه رنگ گذاری رو انجام بدید گواشاتون رو با ته قلمتون، من حالا قلمایی هم که دارم قلمای معمولیه ولی تو معمولی هم خیلی خوبه. شما اگه قلمای خوب میخواین میتونید از پارس آرت استفاده کنید، اگر نه با رهاورد و خرم میتونید انجام بدید. این قلموی خرم اینا که دست قهوه‌ایه، اینایی که زرشکی رنگ هستش رهاورده. من قلمایی که دارم یه کوچیک 5-0 برای ریزه‌کاری، خط دورش خیلی نیاز نیستش ولی شاید به کار بره. شماره 4 رو دارم، شماره 1 رو دارم، 2 و 6. اینا قلمایی هستش که جزو شماره‌های پرکاربرده. حالا اگه توی این چرخه رنگم استفاده نشه شما جای دیگه هم میتونید ازش استفاده کنید. اینم از این. کاری که میخواید بکنید این هستش که یکی از این قلم‌ها رو بردارید، در گواشتون رو باز کنید. قبل از این که شروع به کار بکنید، حالا برای من چون استفاده کردم کمه دیگه، آخرای رنگم هستش بعضیاشون، شما قبلش این رو هم بزنید. دلیلش هم این هستش که خب همونجور که گفتم گواش ترکیب پیگمنت، صمغ و گچ هستش و نیازه که اینا با هم دیگه ترکیب بشه. یه خورده کوچولو اگر دیدید خیلی سفت هستش یا خیلی زمان گذشته از استفاده این گواش، میتونید صمغ بریزید داخلش یا یه مقدار آب جوش بریزید داخلش. حتما آب جوش باشه، آب معمولی یا سرد نریزید. خب این کشتزانی زیادی داره، من میتونم از آب یا یه مقدار صمغ استفاده کنم. صمغمو بهتون نشون میدم. این صمغ عربی رو جدا شما میتونید تهیه کنید. گفتم شما وقتی که برای اولین بار گواشتون رو باز میکنید، الان این سبز رو من اصلا استفاده نکردم، بهتون که نشون بدم پره، روشم که دقت کنید اون صمغ وجود داره. قبل از این که شروع به کار کنید هر بار این رو برمی‌دارید با همین دسته قلمتون هم میزنید. بعد که قشنگ هم زدید حالا شروع میکنید به رنگ گذاری. رنگتون رو روی پالت میذارید، بعد شروع میکنید به رنگ کردن. حتما نیاز هستش که این کارو کنید. ولی اگر دیدید مثل گواشای من یه مقدار سفت شده، با آب جوش و صمغ اون رو یه مقدار رقیق میکنید. یه پالت تخم مرغی هم شما نیاز دارید که رنگ ها رو ما داخل اون بذاریم. خیلی مهم نیستش چه برندی. خب اگر که معمولی تر باشه مثل این پالت من یه خورده رنگ میگیره، ولی اگر من بخوام رنگ الان اینجا بذارم اینجوری نیستش که رنگ قبلی با رنگی که الان میخوام بذارم قاطی بشه، ولی خب هر چقدر با کیفیت تر باشه بهتره. حتما تخم مرغی بگیرید که بتونید ترکیب رنگتون رو بهتر انجام بدید و نیاز دارید در کنارتون آب و دستمال هم باشه که قلمتون رو زود به زود تمیز بکنید، بشورید و پاک کنید. شاید این رو بهتون بگم از الان، موقع کار کردن با گواش یا حتی این چرخه رنگ خیلی نیاز باشه که بشینید کارتون رو انجام بدید، دوباره برید قلمتون رو بشورید، دوباره بیاین کارتون رو انجام بدید. شاید برای هر رنگ گذاری نیاز باشه که شاید نه، یعنی در واقع باید این باشه که برای هر قسمت رنگی نیاز باشه که هر خونه‌ای که میخواین رنگ کنید نیاز باشه که قلمتون رو بشورید و دوباره بیاید رنگ جدید بردارید و اگر این کارو نکنید رنگ هاتون رنگ های اصلی در نمیاد. خب بریم برای رنگگذاری که اول با رنگ های اولیه درجه 1 یا اولیه شروع میکنیم که داخل این چرخه هستش و از رنگ زرد، آبی و قرمز تشکیل شده. من اول با رنگ
زرد شروع میکنم، رنگمو دونه دونه تو پالت میذارم، خونه ها رو رنگ میکنم. رنگگذاری خیلی مهمه که شما رد قلم رو نذارید بمونه، یعنی همون لحظه که رنگ رو میذارید بکشید. حالا من مقوام یه خورده بافت داره، خودش ناخودآگاه به خاطر خلل و فرجی که داره باعث میشه که من چندین بار این رو بکشم. رنگتون حواستون باشه نه اونقدر غلیظ باشه که تکون نخوره، نه اونقدر رقیق باشه که سر بخوره و ایجاد لکه کنه. این گوشه ها رو شما میتونید با اون قلم ریزم بگیرید، ولی خب وقتی که یه همچین قلمی دستتون باشه، الان بر من شماره 2 نیازی نداره. البته به نگهداری قلمتون هم بستگی داره، نحوه شستشو و نگهداریش به چه صورته. شما اگه اینو با هر گواش دیگه رنگ میکردید امکان نداشت که جای رد قلم بمونه. البته که خود قلم و فشار دست، مدل رنگامیزی، همه اینا تاثیر داره. اون رقیقی و غلظت خیلی تاثیر داره، ولی خب در نهایت هر چقدر کیفیت متریالتون بهتر باشه کار رو ظریفتر و تمیزتر میکنه. این شد رنگ زردمون. حالا طبق ما میگیم فلشی که این زده، این خونه روبروش رو هم رنگ میکنیم. حتما حواستون باشه پرز یا هر گونه کثیفی که داره پاکش کنید. اگر موقع کشیدن هم دیدید که خطی که گذاشتید کج یا ناصاف هستش، همینجا مثل من میتونید موقع رنگ کردن خطتون رو درست کنید. خب به این صورت میتونید یه رنگ تمیز و خوشگل داشته باشین. اضافه رنگتون رو حتما داخل گواشتون بریزید. حالا زمانی که نیاز داشته باشید دوباره برمیدارید. خب بریم برای رنگگذاری رنگ آبیمون. یه نکته‌ای که مهمه و باید بهتون بگم، شما بسته گواش پنتل که تهیه می‌کنی چه با این شکل جعبه باشه چه با این شکل جعبه باشه فرقی نمیکنه، ولی چیزی که مهم هستش داخلش رنگ آبی داره که به درد ما نمیخوره. در واقع رنگ آبی کوبالتو داره که ما با کوبالت کار نمی کنیم. چیزی که ما میخوایم، شما باید جدا رنگ آبی رو تهیه کنیم به اسم اولترامارین. حتما یادتون باشه رنگ آبی اصلی آبی اولترامارینه. خب بریم برای شروعش. یه مقدارش رو روی پالت میذاریم. اگه دقت کنین من برای باز کردن رنگا، برای پالت گذاشتن کارمو میذارم کنار، بعد رنگمو میذارم. این باعث میشه که کار کثیف نشه و خدایی نکرده زحمتتون هدر نره. من رنگ آبیم خب
خیلی رقیقه، همونجور که گفتم ته رنگام هستش، این طبیعیه، ولی خب شما تازه که تهیه بکنی این اتفاق براتون نمیافته و خیلی کارتون تمیزتر میشه. از این ور که بذاریم، وقتی که رنگ زرد بالا باشه رنگ آبی بغل دستش میشه. شروع میکنیم به رنگ کردن. حتما برای شروع رنگ‌گذاری جدید قلماتون رو بشورین و با قلم‌های کثیف کار نکنین. حتما کارا رو با جزئیات و حوصله انجام بدین. الان برای من خیلی سخته که با وجود دوربین، برای اینکه جلوتر نمیتونم بیام و یه چیزای حدسی دارم میکشم. امیدوارم صاف باشه، ولی خب شما خیلی راحت تر میتونید انجام بدین. میتونید از قلم‌های سایز بزرگتر استفاده کنید. رنگ دستر بخوابه و رد قلم نمونه. میتونید از قلم‌های شماره 4 هم استفاده کنید. خب خونه روبروشم که اینجا میشه و منم اینو شروع میکنم به رنگ کردن. خب اینم از رنگ آبی و همونطور که گفتم میذارم خوش میشه. وقتی که خوش میشه تازه رنگ اصلی اون رنگ مشخص میشه و اضافهش رو دوباره توی رنگم میریزم. خب بریم سراغ رنگ قرمز. مثل همیشه من کارمو میکشم کنار، رنگم رو باز میکنم، قلمم رو برمیدارم. این سری میخوام دارم با شماره مختلف قلم کار میکنم که شما ببینید. این سری با 6 میخوام رنگم رو بذارم. خب تمیزی قلمم هم که اول مطمئن میشم، رنگم رو میذارم. توی فیلم مشخص نیست ولی کلا هر رنگی بافتش متفاوته، به خاطر همین خیلی 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 حواستون به رنگا باشه. قبلش هم حتما رنگاتون رو توی پالتتون بذارید و حالا با آب غلظتش رو درست کنید، بعد برید سراغ رنگ گذاری. اگر مثل من دستتون زمانی که شروع به عرق میکنه میتونید برای خودتون یه دستمال کاغذی بذارید و شروع کنید به رنگ کردن. این نمونه مشکلیه که میتونه به وجود بیاد برای شما. دور کار رو برای اینکه رد قلمتون نمونه و خیالتون راحت باشه و کار سریع‌تر هم انجام بشه، از قلم‌های شماره بزرگتر استفاده کنید. مثل من که اینجا از شماره 6 استفاده میکنم، ولی خب اینم در نظر بگیرین که دور کار رو باید با قلم‌های ریزتر تمیز کنید. خب الان من دیگه با این قلم کاری ندارم، میرم برای دورش. میتونم از همون شماره 2 استفاده کنم و تمیز کنم.
خب میریم که رنگ‌های ثانویه رو درست کنیم. از ترکیب قرمز و زرد نارنجی به وجود میاد که توی این خونه باید بذاریم. از ترکیب زرد و آبی سبز به وجود میاد که توی این خونه باید بذاریم. از ترکیب قرمز و آبی بنفش اصلی در میاد که توی این خونه باید بذاریم. رنگ های ثانویه یا رنگ های درجه 2 اصلا قابل مقایسه با هیچ رنگی نیستن. اینو از چه نظر میگم؟ به خاطر اینکه زمانی که ما رنگ های درجه 3 رو که درست میکنیم با بعد و قبلشون مقایسه میکنیم و چیزی بین اون دوتا رنگ باید در بیاد، ولی توی رنگ های ثانویه و رنگ های درجه 2 اینطور نیستش. خب به اینکه یه رنگ بنفش اصلی در بیاریم، رنگی که نه وقتی که نگاش میکنیم قرمزی به چشممون بخوره، نه وقتی که نگاش میکنیم آبی به چشممون بخوره. یعنی در واقع بنفشی میخوایم که بین قرمز و آبی باشه. برای درست کردن نارنجی و سبز هم همینطور. یعنی دقیقا وقتی که نگاش میکنیم نباید بگیم که یه ذره قرمزش بیشتره یا یه ذره آبیش بیشتره، یا همینطور رنگای ثانویه دیگه. خب الان برای درست کردن قرمز، خب قرمز که من تو پالتم دارم، آبی یه مقدار اضافه میکنم، اینا رو کم کم به هم دیگه اضافه میکنیم تا اون رنگ بنفش اصلی در بیاد. حتما هم یه مقوای دیگه کنارتون باشه، اول روی اون تست کنید، هر وقت به رنگ اصلی و دلخواهتون رسیدید بعدش روی کار پیاده کنید. یه مقدار آبی، یه مقدار قرمز. حالا برای این حجم این مثلث اینجا و روبروش باید درست کنم دیگه، پس مقدار رنگ بیشتری رو میذارم. به اینم توجه داشته باشین که کلا قرمز یه رنگ تند و تیزه. به میزانش خیلی باید توجه کنید. اینقدر خوب رنگا رو به هم بزنید که مطمئن بشید گوله‌ای از رنگ داخلش نمونه که موقع گذاشتن رنگ اون رنگ پخش نشه. زمانی که رنگ خوش میشه تازه نشون میده. الان چیزی که من دارم میذارم نه قرمزیش تو چشم میزنه نه آبیش. خب این رنگ اصلیمون هستش، یعنی در واقع رنگ اصلی بنفشی که ما درست میکنیم دقیقا همینه که وقتی که خشک میشه نه آبیش بیشتره نه قرمزش. شروع میکنم به رنگ گذاری. خب برای درست کردن بنفش قرمز کافیه که همون بنفشی رو که درست کردیم و بهش کم کم قرمز اضافه کنیم و یه رنگی بین بنفش و قرمز در بیاد. انقدر این کار رو انجام بدین که اون رنگ مناسب رو پیدا کنید. قبلش هم حواستون باشه روی مقوا تست کنید، بعد روی کار پیاده کنید. خب برای درست کردن بنفش آبی هم دقیقا همین کار قبل رو میکنیم. به همون بنفش اصلیمون که درست کرده بودیم آبی کم کم اضافه میکنیم. اون رنگ انتخاب شده رو روی مقوا قبلش بزنید، بذارید خشک بشه، چون وقتی که خشک میشه تازه نشون میده رنگ چه رنگی در اومده. بعد اگر که اوکی بود روی کارتون پیاده میکنید.
برای درست کردن سبزمون باید از زرد و آبی استفاده کنیم. حالا به میزان مناسب از هر کدوم میذاریم و سبز اصلی رو درست میکنیم که نه زردیش زیاد باشه نه مقدار آبیش زیاد باشه، یعنی وقتی بهش نگاه میکنیم این اتفاق نیفته. سبزی که توی پالت هستش، توی جعبه گواش هستش، سبز ویریدین هستش که سبز اصلی نیست. ما سبز اصلی رو باید بسازیم. برای درست کردن سبزآبی هم دقیقاً طبق سریای پیش از سبز اصلیمون استفاده میکنیم، بهش کم کم آبی اضافه میکنیم که یه رنگی بین سبز و آبی اصلیمون در بیاد. اونقدر نه آبیش زیاد باشه نه اونقدر سبزش بیشتر باشه، دقیقاً حد وسط باشه. برای درست کردن زرد سبز هم دقیقاً همین کار میکنیم. به سبز اصلیمون که درست کردیم کم کم زرد اضافه میکنیم، دقیقاً بین سبز و زرد، جوری که نه اونقدر سبزش زیاد باشه و نه اونقدر زردش زیاد باشه. اول روی یه مقوا تست میگیریم و بعد روی کار اجرا میکنیم. برای درست کردن رنگ نارنجی هم نیاز داریم به رنگ زرد و قرمز. مقدار مناسب از هر دوتا رنگ رو با هم قاطی میکنیم و رنگ نارنجی اصلی رو در میاریم. برای درست کردن زرد نارنجی هم به همون نارنجی که درست کردیم شروع میکنیم کم کم زرد اضافه میکنیم و یه رنگ بین این دوتا، یعنی قشنگ با هم دیگه مقایسه میکنیم که نه اونقدر زردش زیاد باشه نه اونقدر نارنجیش، و رنگ اصلی زرد نارنجی رو درست میکنیم و قبل از اینکه روی کارمون بذاریم حتما روی مقوا تست میگیریم و بعد روی کار اجراش میکنیم. برای درست کردن نارنجی قرمز هم همونجور که از اسمش مشخصه، نارنجی که میزان قرمزیش بیشتره، شروع میکنیم قرمز به رنگ نارنجی اصلیمون اضافه میکنیم تا حدی که اون رنگ مورد نظرمون درست بشه و بین این دوتا رنگ قرار بگیره. خب همراهان عزیز کانال شیبو دیزاین، خیلی خوشحال هستم که تا اینجای برنامه همراه من بودین. این هم از چرخه رنگی که برای همه رشته‌های هنری مناسب هستش و هر کس هم که دوست داره تضادها و رنگ‌ها رو بشناسه میتونه از این چرخه رنگ درست کنه و پیش خودش داشته باشه. امیدوارم که درست بکنید و هر سوالی که داشتید برای من کامنت بذارین.